مقامات تاجیکستان میگویند تا 14 اوگوست بر اساس قانون عفو گناه 21,000 نفر بخشیده شده و یا جزایشان سبکتر کرده شده است. حبیب الله واحدزاده دادستان کل روز 18 اوگوست در ملاقات با ساکنان و فعالان ناحیه رودکی گفته است از این شمار 8157 نفر از زندانها آزاد شدند. هرچند او از شخصیت‌های نام نبرد، در میان آزاد شده‌ها دو خبرنگار مستقل ذوقبک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده هم می‌باشند. آنها سال 2022 با گناه به گفته مقامات همکاری با گروه‌های فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان از آزادی محروم کرده شدند. خودشان هیچگاه این اتهام را نپذیرفتند، اما بسیاری از زندانیان که پروندهشان را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند به عفو شامل نشدند. از جمله چهره‌های سرشناس اجتماعی دولتی که سال 2025 در دایره پرونده تبدلات به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. قانون عفو روز 16 ایون در پیوند به 35 سال استقلال دولتی تاجیکستان قبول شد. و در تاجیکستان برنامه نو اصلاحات در زندانها را تصدیق کردند که باید تا سال 2030 اجرا شود. در آن استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت زندانیان، تعمیر و نوسازی مرکزهای درمانی آنها و بهتر کردن خوراک محبوسان پیش بینی شده است. این سند را همکارم کیومرث عطا خواند و پیش از برنامه از او پرسیدم که نکته های مهمترینش کدام است. خیرامان در بند اول این برنامه حکومتی آمده است که هر سال باید نه کمتر از 2 بار مشق‌ها برای پیشگیری به ترتیبی‌های عمومی و رفع حمله به زندان‌ها انجام شوند. طبعا می‌دانیم دوام 8 سال اخیر در زندان‌های تاجیکستان از جمله محبس‌های خوجند و وحدت آشوب سر زد و ده‌ها زندانی و زندانبان‌ها کشته شدند. حامیان حقوق تاجیکستان را برای استفاده از حد زیاد نیرو علیه زندانیان تنقید کردند ولی مقامات نپذیرفتند. یک نکته بحث برانگیز در برنامه نو این تهیه لایحه قانون وابسته به جدا نگه داشتن گروه از محکوم شدگان در حجره‌های علاهیده است. البته جزئیات بیشتر آورده نشده است که مقامات کدام گروه محبوسان را از دیگران باید جدا نگه دارند، ولی تنها اشاره شده است که هدف از جدا نگه داشتن محبوسان تامین امنیت و فعالیت معتدل زندان‌ها است. نقشه نو همچنین مقامات را وظیفه‌دار می‌کند که تجربه کشورهای دیگر را برای استفاده از هوش مصنوعی یا همان ذهن صنعی برای نظارت محکوم شدگان آموخته آن را در یکی از زندان‌ها تطبیق کنند. همین برنامه همچنین پیش بینی می‌کند که تا سال 2030 حداقل در 6 زندان کشور تجهیزات شناخت چهره یا فیس آیدی برای هیئت مخصوص نصب شود. هدف از این کار زیر نظارت دائمی قرار دادن حرکت محکوم شدگان در داخل مؤسسه‌های اصلاحی یا همان زندان‌ها گفته شده است. پول این تجهیزات به گفته مقامات باید از حساب بودجه و هم شریکان رشد پرداخت شود. حجم این مبلغ گفته نشده است. مقامات همچنین می‌خواهند دوام 5 سال آینده برای تامین امنیت کارمندان زندان‌ها البته تجهیزات معاصر مخصوص هم خریداری کنند. بار اول نیست که در زندان‌های تاجیکستان اصلاحات جاری می‌کنند. در سال 2018 نیز برای اصلاح وضع در محبس‌ها یک برنامه قبول شده بود. از کیومرث عطا پرسیدم که از آن وقت تا کنون چی دیگر شده است؟ بله خیرامان، اصلاحات در نظام زندان‌های تاجیکستان تیر ماه سال 2018 و بعد از آشوب در محبس نظامش سنگین شهر خوجند آغاز شد. با وجود اعلان اصلاحات خبرنگاران همانا به داخل زندان‌ها راه ندارند تا وضعیت را از نزدیک ببینند. تنها نمایندگان امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان همراه نمایندگان جامعه شهروندی هر چند وقت از زندان‌ها بازدید می‌کنند. یک شکایت اساسی نزدیکان محبوسان در سال‌های اخیر این نبودن شرایط مناسب تبابت در زندان‌ها است. از جمله چند پیش پیوندان سید عمر حسینی معاون پیشین رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که به حبس ابد محکوم شده است از افزایش فشار روانی و وضع ناخوب سلامت او شکایت کردند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه ماه ایول امسال گفت که حسینی و دیگر محبوسانی که از سلامتیشان شکایت میکنند دائم تحت نظارت هستند. هدف دیگری مقامات که در برنامه نو ذکر شده است این زیاد کردن مبلغ گذاری خرید خوراکواری برای محکوم شدگان است. چقدر زیاد شدن مبلغ برای خوراک محبوسان آورده نشده است. نزدیکان بعضی از زندانیان در صحبت با ما گفته بودند که خود آنها به عزیزان زندانیشان غذا میبرند. عظمت شنبیلوف کارشناس بین المللی که از زندان‌های تاجیکستان بازدید کرده است در یک صحبتش به رادیو آزادی گفته بود که شرایط زیست و نگهداری محبوسان در تاجیکستان رو به بهبود آورده است، اما برای دیگرگونی یا تغییرات کلی در نظام زندان‌ها باید کار زیاد
انجام داده شود. در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان هست و مقامات تاجیکستان در صحبت‌های خود از بهتر شدن شرایط بازداشتگاه و زندان‌ها صحبت می‌کنند، اما دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا در سال 2024 از حد زیاد بودن زندانی‌ها را در محبس‌های تاجیکستان یک مشکل جدی نامیده بود. تشکر همکارم کاوی مرسیاتو درباره اصلاحات در نظام زندان‌ها و نگهداری محبوسان در تاجیکستان صحبت می‌کرد. گزارشی مفصل در این باره در وبسایت azadi.org.